نگاهی به رضاشاه کبیر داشتیم از میان آنچه که به نام سفرنامه خوزستان ایشون در دست ماست و بعد این هفته به سفرنامه مازندران میرسیم. همچنان که هفته پیش گفتم سفرنامه خوزستان در زمانی نوشته میشه که رضاشاه هنوز شاه نشده بلکه نخست وزیره و به عنوان سردار سپه و نخست وزیر میره و خوزستان رو به اصطلاح برمیگردونه به دامن میهن و شیخ خزر رو دستگیر میکنه و به تهران میاد. سفرنامه مازندران در هنگامی نوشته شده که رضاشاه دیگه شاه شده، یعنی در آغاز شاهی رضاشاه هست. همچنان که در سفرنامه خوزستان رضاشاه دیدید خیلی از زوایای شخصیتی، رفتاری و اخلاقی رضاشاه از خلال همین سفرنامه و مطالبی که نوشته و چیزایی که اندیشیده و اندیشه‌هاشو بلند بلند به زبان آورده و روی کاغذ نگاشته برای ما برجای مونده و از این دیدگاه بسیار دارای اهمیته. از این رو امروز به دومین سفرنامه ایشون یعنی سفرنامه مازندران میپردازیم. رضاشاه چه در زمان شاهی چه در زمانی که هنوز شاه نشده بود بسیار ایران رو گشته، یعنی کمتر جایی از ایران هست که پای ایشون بهش نرسیده باشه، ولی از سفرها این دوتا سفرنامه رو به صورت نوشته داره و اگر یادداشت‌های شخصی هم داشته در سفرهاش به جای دیگه پخش نشده و ما این دوتا رو داریم. من میرم سراغ متن سفرنامه مانند هفته پیش که درباره خوزستان بود و اینک درباره مازندران مطالب رو بخوایم بخونیم و با روحیات رضاشاه به ویژه اون بخشایی که کمتر از توی ایشون مردم آشنایی دارن بپردازیم. میگه که من باید عازم سفر بشم برای مازندران و بعد ایشون مینویسه که چه کسانی در این سفر همراهی ایشون رو داشتن و این هیئتی که حرکت میکنن برای بازدید و به اصطلاح رفتن به مازندران کیا بودن، چند تا وزیر، چند تا فرمانده لشکر، رئیس دفتر ایشون و همچنین تعدادی نظامی، تعدادی همراه و راننده، چند تا خلاصه چندین ماشین اقدام به این سفر میکنن در همراهی با شخص شاه کشور. در آغاز رضاشاه می‌نویسه که من اینا رو از متن میخونم که دقیقاً واژه‌ها و جملات خود رضاشاه باشه. میگوید من وطن خود ایران را به خوبی میشناسم. ایالات و ولایات و شهرها و روستاهای مهم آن را تماماً دیدم و حتی در بیشتر آن روستاها و دهکده‌ها بیتوته کردم. تصور میکنم احدی در ایران و اندازه من به جزئیات اخلاق و عادات و رسوم اهالی آشنا نیست، زیرا افراد برجسته و مشخص آن را در هر ضلعی از اضلاع مملکت باشند شخصا میشناسم و به اصول زندگانی، طرز تفکر، ایمان و عقیده، تخیلات و توهمات آنها واقفم. بعد میگه چرا سفر مازندران رو در دستور کارم قرار دادم. توضیح میده دو تا، یکی مسئله این است که مازندران از نظر کشاورزی بسیار بسیار مهمه، از نظر کشاورزی و شیلات و باغداری و اینا، و باید راهی از مازندران به تهران باز بشه که پایتخت و از پایتخت به بخش مرکزی کشور امکان آوردن فرآورده‌های مازندران باشه و اینگونه به اصطلاح کشور از تولیدات مازندران بهره مند بشه. برای همین باید کوه البرز رو بشکافیم و با عبور راهن سراسری بتوانیم بخش مهم ایران رو به پایتخت و از پایتخت به بخش دیگه پیوند بدیم. اما دلیل دوم از متن میخونم، خود آن چیزی که توسط رضاشاه نگاریده شده. دوم، مازندران خانه من است، مقصد و رأس من است. احساسات و عواطف من طبعاً به سوی مازندران صعود می کند و هزاران احساس و عاطفه هم طبعاً از مازندران به سوی من در پرواز است.
ایام کودکی و طفولیت خود را به خاطر میآورم. مهر مادری را به مخیله خود خطور میدهم. دستگیری های همان مهر و محبت را که وسیله پرورش من شده است از مد نظر میگذرانم. بی اختیار مجذوب مازندران میشوم. بی اختیار به خود حق میدم که مفهوم وطن پرستی و شعائر ملی خود را از مازندران آغاز نمایم و به همین مناسبت است که به سوی مازندران رهسپار میشم. خب میروند به منطقه فیروزکوه میرسن. از فیروزکوه میآیند که دیگه وارد دامنه های البرز بشن و از سوی دامنه های شمالی به سوی دامنه های جنوبی البرز برن. یه اتفاق خیلی ناگواری که میفته، این 7-10 تا ماشینی که در حال حرکت بودن، یه ماشین که 4 تا نظامی درش بودن، گویا اینا خب ماشینا با خودشون بنزین هم حمل میکردن دیگه، موقع پمپ‌های بنزین که نبود، هر کدوم چند تا از این دبه‌های بنزین رو با خودشون حمل میکردن که برای رفت آمد بنزین داشته باشن. گویا یکی از این دبه‌ها نشتی داشته و یکی از نظامی‌ها از روی بی‌احتیاطی سیگاری روشن میکنه، ماشین آتیش میگیره، کنترل از دست راننده در میره و ماشین به کوه میخوره. ماشینی که در کاروان حرکت رضا شاه بود. رضا شاه خیلی با تلخی و با اندوه از این رخداد یاد میکنه. هر 4 تا میسوزن و کشته میشن و رضا شاه میگه که برای مدت‌های بسیار طولانی یادم نمی اومد که واپسین باری که گریه کرده بودم کی بود، ولی از این 4 تا جوانی که اینجوری سوختن در ماشین، حالت به من دست داد که این غم و اندوه رو تا سالهای سال به وجود من نیامده بود، به ویژه که این 4 تا نظامی رو خودم فرماندهیشون رو داشتم و شخصا میشناختمشون. از این بابت بسیار غم زده میشه. همونجا دستور میده که سریع به تهران که به خانواده اینا برسن، حقوق اینا قطع نشه و برن ببینن که کم و کسی زن و بچه اینا چیست. و تا چند خط که داره مطالب می‌نویسه، رضا شاه حالش خوب نیست بابت این اتفاق ناگواری که برای یکی از خودروها رخ میده و 4 تا از نظامیانی که مورد علاقش بودن اونجا کشته میشن. به هر حال پس از مدت وقفه دوباره عازم جاده میشن و از سپار جاده میشن و سفر ادامه پیدا میکنه. رضا شاه همین گونه که داره فکر میکنه مطالبی رو مینویسه و بعد ما هنگامی که در جایی هست که شب به اصطلاح بیتوته میکنن و میمونن، اونا رو پاک نویس میکنه. گاهی وقتا هم دبیر اعظم بهرامی که منشی ایشون و رئیس دفترش بوده تو این پاک نویس کردن ها کمکش میکنه. در حالی که داره میره، آن چیزی که داره میبینه رو و میاندیشه رو مینویسد که حالا در جاده داره اینا رو مینویسه. در مملکتی که اهالی آن دوچار رخوت و بی‌علاقگی و عدم رشد علمی و سیاسی باشند، هر شخص آگاهی را واجب است که به حدود کارهای خود اکتفا نکند و اصول فداکاری را در همه دقایق امور نصب العین خود سازد، زیرا که در چنین کشورهای چرخهای مملکت با توازن و توافق کار نمی کند تا هر چرخی وظیفه خود را اجرا نماید و مطمئن باشد که دیگر چرخها نیز کار و حرکت خود را انجام میدهند. در این صورت آن چرخی که در حرکت و در کار است باید سایر ماشین‌های خفته و از کار مانده مملکت را هم به گردش درآورد. نکته خیلی مهم است از روحیات رضا شاه. میگه یه ایرانی که کارآمده و از کار خودش رو میتونه انجام بده، نباید فکر کنه که ما یک دستگاه اتومبیل یا ماشین اینجا هستیم که این ماشین قطعات مختلفش داره کار خودش رو میکنه. یعنی مثلا اگه اون موقع جمعیت ایران فرض کنیم 15 میلیون بوده، همه 15 میلیون دارن کار خودشون رو انجام میدن. نه، این گونه نیست. چون رغبت و بی‌علاقگی و عدم رشد در خیلی از هموطنان ما هست، اون کسی که کار آمده باید بیش از اندازه خودش کار کنه و حواسش به جاهای دیگه هم باشه که قطعات این ماشین همش بتونه به کار بیاد. در طول سفرنامه‌اش رضا شاه میگه به خاطر همینه من با اینکه شاهم و تو خیلی از مسائل نباید دخالت کنم،
چاره‌ای جز دخالت ندارم، برای اینکه بعضی هنگام در برخی از زمانها اصلا کار انجام نمیشه اگر شخص شاه حتی به یه موضوع نسبتا کوچیک دخالت نکنه. این اوایل دوره شاهی رضا شاه است، برای همین هنوز خیلی از اصلاحاتی که او کرده انجام نشده، تازه در طول دوران شاهیش اصلاحات انجام میده. برای همین الان با جامعه‌ای که دست قاجار لت و پار شده و به دستش رسیده سر کار داره، برای همین خیلی در خلوتش از شرایط به اصطلاح شکوه میکنه. جای دیگری در همین طول جاده که دارن میرن رضا شاه مینویسه افسوس جز سکوت و سکون و رخوت و بیعلاقگی چیزی در پیرامون من نیست. البته در یک مملکت مشروطه وزیران، وکلا، مأمورین دولت و سایر طبقات حدود معین و وظایفی دارند که قانونا موظف به اداره کردن حدود خود هستند، ولی در ایران شوربختانه این گونه نیست. سلطان مملکت باید هیئت دولت را به کار وادارد، مجلس شورای ملی را هم به انجام تکالیف آشنا کند، بازرگانان و ملاکین و شهرنشینان و حتی کشاورزان را هم به کار بگمارد، در همه مدت شبانه روز نیز مواظب حدود و انجام وظایف آنها باشد و الا همیشه همان حالت رخوت و سستی و سردی و بیعلاقگی و فرمالیته بازی که دیر زمانی است ادارات ایران نمونه برجسته آن محسوب شده‌اند حکم فرما خواهد. این خیلی نکته مهمی است دوستان. خود رضا شاه میگه من میدونم تو مملکت مشروطه وزیر و وکیل و مأمور دولت و شاه و کشاورز و شهروند و هر کی باید کار خودش انجام بده، من اینو که میدونم. میگه متاسفانه در ایران این 150 سال دوره قاجار شرایطی ایجاد کرده، بی‌علاقگی، بی‌مسئولیتی، سستی و سردی باعث میشه که همه افراد کار خودشون رو انجام نمیدن. در نتیجه شاه کشور ناچار میشه همه رو هل بده، همه رو به کار واداره، همه رو تصحیح کنه و این خیلی نکته خوبی است در پاسخ به کسانی که میگویند رضا شاه آمد و مشروطه رو نادیده گرفت و خودش همه کاره شد و خودش هم شاه بود و هم وزیر بود و اینا. داره میگه من میدونم نباید این کارو بکنم، نکنم کار انجام نمیشه، چیکار کنم؟ و در ادامه رضا شاه مینویسه در برابر آن جامعه‌ای که بلندترین مقام را به من تفویض کرده و مرا مسئول نظم و عهدهدار رفاه خود قرار داده، من نیز موظفم که پاسداری وطن را بر حفظ جان خود رجحان بدهم و بر همه ثابت و مستقر سازم که همه چیز برای وطن. اینم پیامی است که در طول جاده میرسه و مینویسه. در روز دیگری در طول سفر مینویسه که از حدود فیروزکوه به زیراب دارن میرسن، زیراب استان مازندران در منطقه‌ای که منطقه عمومی سوادکوه. میگه یه نقطه نظر دیگری که مسافرت مرا به ولایات شمالی ایجاب میکرد این بود که برخی از اشرار ترکمن از قدیم الایام نه تنها راه مشهد و روابط مرکز را به خراسان قطع میکردند، بلکه سواحل دریای خزر و کلیه ولایات استراباد یعنی گرگان و بخشی از مازندران را دستخوش مهاجمات و غارتگری‌های خود قرار میدادند. پس از بازگشت از خراسان و پاک کردن جنوب و جنوب غربی از وجود اشرار و متنفذین، نغمه ظهور مجدد اشرار ترکمن برخاست و بار دیگر راه خراسان مسدود شد. با وجود موانع بیشمار که در این قشونکشی جدید به نظر می رسید، بلادرنگ امر دادم که لشکر شرق از راه بوجنورد و قوای تیپ شمال از راه مازندران به دفع ترکمنان بپردازد و تا وقتی آنها را به کلی خلع سلاح و زمینگیر نساخته از پای ننشیند. این منظور از قوه به فعل آمد. این دو اردو از دو جانب به متمردین حمله کردند و بالاخره مراکز آنها را تصرف کردند، اسلحه آنان را جمع‌آوری کرده و آن صفحه را اقامتگاه یک پادگان نظامی ساختند. در ادامه در مورد همین سرکوب ترکمن‌هایی که شرارت کرده بودند، رضا شاه ادامه میده برای رفع نواقص امر، بازدید این مراکز مهم، دیدن طوایف وطن پرست و ایران دوست ترکمن، تشویق آنان به خدمت به کشور، بسط و تعمیم آموزش و پرورش در میان آنان
و پشتیبان ساختن عموم آنها به عنایات خاص دولت و حکومت لازم می آمد که شخصا به ترکمن صحرا بروم و به ملاحظه وضع آنها بپردازم. میگه حالا این سلاح رو ازشون گرفتیم، اینا رو نشوندیم سر جاشون، حالا باید به اینها بگم که شمایی که وطن پرستید، شمایی که علاقه به ایران دارید، خیالتون گرم باشه، پشتتون گرم باشه که بلای قرار نیست سر شما بیاد و هدف این است که شما رو هم با آموزش و پرورش مانند بقیه شهروندان به اصطلاح به جایی برسونیم که باعث رفاه و پیشرفت کشور و خودتون بشه. یک فهرست هم رضا شاه میده از همراهان خودش در این سفر. می نویسه شاپور محمد رضا ولیعهد، محمد رضا شاه آینده، فرج الله بهرامی رئیس دفتر، چراغ علی خان کفیل وزارت دربار، جعفر قلی خان اسد بختیاری، امیر لشکر خدایار خان، امیر لشکر نقدی، امیر لشکر انصاری، علی دشتی نماینده مجلس شورای ملی، دادگر نماینده مجلس شورای ملی، شکرالله خان قوام صدری، میرزا کریم خان رشتی، سرتیب علی خان معاون اداره امنیه یعنی ژاندارمری، سرهنگ باقر خان، آجودان ولیعهد، یاور منصور جهانبانی و فرمانده 2 اتومبیل اسکورت نظامی، 2 نفر آجودان و 2 نفر از اعضای دفتر مخصوص. اینها کسایی هستند که در این سفر رضا شاه را همراهی میکنن که گزارش میده از همراهان. خیلی جالبه. رضا شاه میگه که من وقتی این زیبایی فیروزکوه رو میبینم یاد مطلبی میافتم که در ارتباط با خاطر نویسیه. من از اون متن خود سفرنامه رضا شاه میخونم. میگه مرحوم اعتمادالسلطنه مرد صاحب نظری بود. آثار و علائم و نوشته های او را میپسندم. اخیراً در کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد که به دیدن کتاب ها مشغول بودم، کتابی مبنی بر یادداشت‌های روزانه اعتمادالسلطنه به دست من افتاد. بردم خانه و یکی دو شب به دقت مطالعه کردم. این کتاب 2 جلد است و یادداشت‌هایی است که این شخص از گزارش‌های روزانه دربار ناصرالدین شاه نوشته و با خط همسرش پاک‌نویس شده. هر کس بخواهد وضعیت دربار ناصرالدین را بفهمد، خیلی جالبه که رضا شاه واژه شاه هم نمیاره، میگه ناصرالدین را بفهمد، بهترین نمونه آن همین 2 کتابی است که اعتمادالسلطنه نوشته. کتاب‌ها را باید دید و آن هنگام به خوبی فهمید که این مملکت چرا به این روز سیاه نشسته است، چرا گرد و غبار مذلت و فقر و تباهی و تبهروزگاری چهره آن را آزرده است، چرا مراحل تنپروری و وقاحت و بی‌آزرمی و بی‌فکری و بی‌علاقگی و اجنبی پرستی اندام عده‌ای از سکنه مرز و بوم را سیاه‌پوش ساخته است. چرا 1/3 ایران یعنی 1/3، چرا 1/3 ایران از بدن مملکت مجزا و به دست اجانب داده شد و در تجزیه هر یک از بخش‌ها چه تأثیری در دربار ظاهر و تا چه درجه به این تجزیه و تقسیم با نظر لاابالیگری و بی‌قیدی و بی‌اعتنایی نگریسته شد. نخست این که رضا شاه میره کتابخانه آستان قدس رضوی، فهرست کتابا رو میبینه، گزارش‌های اعتمادالسلطنه رو میبینه، میبره خونه میخونه. ما با یه شاهی سر کار داریم که اهل مطالعه هست. اونایی که میگن رضا شاه بی سواد بوده، واقعا خودشون بی سوادن که همت نمیکنن این 4 خط سفرنامه او رو بخونن که مزخرف کمتر بگن. دوم این که اعتمادالسلطنه وقتی از وضع دربار ناصرالدین شاه می‌نویسه، رضا شاه میگه حالا میفهمیم مملکت چرا به خاک سیاه نشسته، برای که دست اینا بوده. مردم فاسد شدن، 1/3 ایران تجزیه شده و میگه هیچ اثری از تأثیر و اندوه از تجزیه کشور هم حتی شما تو این آدما نمیدیدید. خیلی جالبه که قشنگ تجزیه تحلیل میکنه رضا شاه که حاکمه یا فرمانروای فاسد و خراب چگونه میتواند یک ملت رو خراب کنه، اونم کسی که 50 سال سلطان بوده توی این مملکت. رضا شاه در ادامه میگه من خیلی آرزوهای بزرگ برای ایران دارم و این آرزوهامو که وقتی عنوان میکنم همه به به و چهچه میگن، ولی در نگاهشون میفهمم که پیش خودشون منو خیلی خیلی خوش باور میدونن که فکر میکنن همچین روزایی رو میشه دید و در دلشون میگن اینا نشدنیست و رضا شاه داره حرفای عجیب غریب میزنه.
این تیکر رو، این چند خط رو از روی متن میخورم توضیح بدم. دماغ در متون قدیمی به معنای شعور، اگه واژه دماغ دیدید یا همون دماغ به معنای شعوره. می‌نویسد البته همراهان من به اندازه وسعت دماغ خود و به قدر وسعت دماغ پیشینیان ایران فکر میکنند. اگر گوش همراهان من طاقت شنیدن افکار مرا داشت، با آنها میگفتم که عمارت 2-3 اتاقی مورد استجاب نیست. خط آهن ایران باید البرز را بشکافد و از اینجا بگذرد. مسافرین اقصا بلاد اروپا و امریکا باید از قله البرز و تونل های همین نقطه سرازیر شده و خاطره های خود را از تماشای مناظر ملکوتی مازندران بنویسند. این میگه من آرزوی من، یکی از آرزوهای من اینه و دیگران به گونه‌ای نگاه میکنن که انگار قابل باور نیست. میگه در طول مسیری که میریم، خب پیاده میشیم، سوار میشیم، تو ماشین صحبت میشه، موقع پیاده میشیم کوهستان رو نگاه میکنیم یا دور و بر نگاه میکنیم، صحبت‌های مطرح میشه. میگوید اکنون قصه های شاهنامه مطرح است. من هم میشنوم و در اعماق خیال خود با مختصر تبسمی میزان عقاید و افکار همراهان را میسنجم. میرزا کریم خان ارتفاع و سختی کوهسار دست راست دره عباس‌آباد را توجیه کرده، حق را به جانب فردوسی و قشون کیخسرو میدهد که نتوانستند از این محل گذر کنند. خدایار خان و سرتیپ نقدی تصور عبور از این راه را مافوق وهم و قیاس و مافوق طاقت بشر میدانند. چه باید کرد؟ نمیدانند که اصلا و اساسا شأن انسان و شرف انسان در این است که بر اثر فکر و توانایی خود بر عوامل طبیعی چیره جسته و تا هر درجه که میتواند عناصر طبیعی را مطیع و منقاد بشر نماید. این تفاوت روح رضاشاه با روح محدود و کوچک کسانی است که همراهش هستند. ادامه میده یک نفر مرد مصمم قادر است که یک مملکتی را به تغییر ماهیت وادار سازد. مرد مصمم تابع عوامل ظاهری طبیعت و مقتضیات محیط نمی شود. او محیط را به مقتضیات فکری خود مطیع و آشنا می سازد. زبان دیگه میگه ما اینجا اسیر طبیعت نیستیم، اسیر محیط نیستیم. ما باید با ارادمون کار کنیم که طبیعت و محیط اسیر ما بشه و بتوانیم آرزوهامون رو جامعه عمل بپوشانیم. میرسم به دره سوادکوه که زادگاه خود رضاشاه آلاش در همین دره بزرگ سوادکوه که یک سرش شیرگاه، یک سرش زیرابه و آلاش هم یکی از روستاهاشه. رضاشاه به شدت احساساتی میشه، از ماشین پیاده میشن و به اطرافیان میگن چند دقیقه منو تنها بذارید و هر کسی به یه گوشه میره و رضاشاه تنها واسطاده و بعد در ماشین می‌نویسه آن چیزی که به خودش گذشته. میگه تنها ایستادم، به جانب ناحیه سوادکوه و مناظر دلپذیر آن نگاه میکنم. سوادکوه مسقط الرأس من است. اینجا را از صمیم قلب دوست دارم. به وطن خود مجذوبم. وطن خود را میپرستم. به نسیمی که از جانب بالا میوزد و مغز مرا عطرآگین مینماید علاقه‌مندم. به این کوه و سنگ و جنگل و درخت و ذرات خاکی که صفحه سوادکوه را تشکیل میدهد صمیمیترین، حساسترین و مؤثرترین جذبات روح و قلب خود را تسلیم مینمایم. از فراز تخت سلطنت به تو سلام میدهم. از کنگره‌های تاج سروری ایران به تو تعظیم میکنم. ای وجود بی‌مثل و مانندی که کلمه دلیری و شجاعت و لغت عقل و درایت به وجود تو مفتخر بود. عظمت مقام، متانت، تحور، شجاعت و حتی جنگجویی‌های تو هرگز از نظرم فراموش نمی شود. درس وطن پرستی را فقط از تو آموختم. وطن تو ایران هر قدمی که از این به بعد بردارد بلا تردید مدیون به افکار توست. هر اصلاحی که در این مملکت آغاز شود مربوط به دروس ابتدایی و تلقینات اولیه توست. آسوده و آرام باش که دیگر خطری برای وطن تو نیست. سرزمینی که همیشه کنام شیران و مهد دلیران بوده زندگی را از سر خواهد گرفت. اینجا در حقیقت میگه آن چیزی که منو ساخته و منو تبدیل به این رضا کرده، رضا شاه، همین سوادکوه با همه عظمت و زیبایی که دارید میبینید
و میگه درس میان پرستی رو من اینجا گرفتم و دارم به سوادکو میگم که از ایران نگران نباش و بدان که در مسیر درستی قرار خواهد گرفت. رضا شاه خیلی در سنتر سوادکو احساساتی میشه. برای آدمی مثل رضا شاه این حجم از احساسات بروز دادن واقعا نشون میده که چه دلبستگی به زادگاهش داره. میگه در ادامه می‌نویسه ای خاک سوادکو، ای مرقد نیاکان و اجداد من، ای قطعه عبیر و عنبرآمیزی که بهشت برین در برابر تو برای من به پشیزی نیرزد، ای آرامگاه دلیران که هنوز هیچ سم سطور بیگانه سینه تو را نخراشیده است، ای مسقط الرأس عزیزی که در درازای هزاران سال و صدها نهضت و جنبش همیشه دست رد به سینه نامحرم نواخته ای و هنوز اجازه نداده ای که کوچکترین تجاوزی از سوی بیگانگان و اقوام خارجی به جانب تو ظاهر گردد. ای مهد خون بی آلایش، ای گهواره حقیقی ایرانیت و قومیت، ای خاک با افتخار که آمیختگی با بیگانگان هنوز در قاموس وجود تو معنا نمیدهد و الفاظ بی تعصبی و کوتاه فکران از دیوان منشآت تو خارج بوده است. ای خاک پاک ایرانیت که برای یک روز معینی ذخیره شده بودی، اینک در برابر تو ایستادم. تو را نگاه میکنم و به طرف تو مجذوبم. وجودم از وجودت عجین گشته، از تو برخواستم و به جانب تو معطوفم. تو قلب ایرانیت هستی و باید محسود بلاد واقع شوی، یعنی مورد حسد. تا به ابد به تو سلام و خاک پاک تو توتیای چشم ملیت و ایرانیت باد. رضا شاه اینجا خیلی منقلب شده و خیلی طولانی با سوادکو و مازندران داره سخن میگه. میرسم به جایی که میگه زیبایی جنگل ها شگفت انگیزه و بعد ناراحت میشه از اینکه میبینه برخی از درختان رو قطع کردن و پرسجو میکنن، میفهمن که درختان رو قطع میکنن که بفرستن به عنوان زغال در تهران و شهرهای دیگه سوخته بشه. ببینیم این متن که از رو میخونم، ببینید که رضا شاه چقدر با مسئله حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در ایران از همون انگام آشنا بوده و نگرانیشو داشته. می نویسه برای چه این درختان عظیم را اینطور بی قید قطع میکنن؟ زغال میخوان؟ بسیار خوب، چرا به جای این درختها نهالهای تازه را قطع نمیکنن؟ با این ترتیب ممکن است همه جنگل این حدود از میان برود، تبدیل شود به یک قطعه خاک. مگر این جنگل ها مال دولت و مملکت نیست؟ خیر، اصلا دولت و مملکت اخیراً در ایران نبوده که به این کلیات دقت کنند. والا چگونه میشد که هر زغال فروشی با کمال بی‌پروایی مال این کشور را اینطور به عنوان زغال آتش زده با ثمن بخس به نفع خود بفروشد؟ هر جایی که رضا شاه میره دوستان داره میناله از این که آقا این مملکت چرا حساب نداره، مگه کتاب نداره، جنگل ها اموال ملی است، چجوری کسی به خودش اجازه میده بکنه ببره که میخواد زغال بفروشه؟ میخوای زغال بفروشی، بکار درختای کم عمر رو که خودت کاشتی ببر، برای به عنوان زغال بفروش. درختان چند صد ساله یا چند هزار ساله رو که سرمایه ملی هستن و اصل جنگلینه، چرا این کارو باش میکنی؟ جایی میرسن به نام فکر کنم میانکولا، همچین جایی داره، نامی داره، یه روستایی است که شب باید اونجا بمونن، جایی براشون فراهم کردن و چون عدهشون زیاده پخش میشن، برخی از همراها به خونه روستایی‌ها اینا میرن و رضا شاه چیزی می‌نویسه که برای من و شما الان قابل باور نیست، ولی شاه کشور داره تو سفرنامه رسمیش می‌نویسه، میگه که برخی از اهالی غریبه دیدن، چون ما غریبه بودیم دیگه، ما رو که نمی‌دیدن در طول روز، فرار کردن و میرفتن توی جنگل مخفی میشدن و میگه اینا مرد و زن اکثرا نیمه عریانن، یعنی یه تیکه خیلی کوتاه تنشونه و چیزم به اون صورت پاشون نیست و در حال فرار از دیدن غریبه‌ای هستن مثل ما که با لباس به اصطلاح شهری به اونجا رفتیم. بعد میگه که همراهان من یه مقدار تعجب کردن که چرا اینجا برخی از مردم محلی این گونه هستن و فرار میکنن و بقیه هم که فرار نمیکنن لباسی به تن دارن چرا میترسن؟ و بعد خود رضا شاه با اندوه بسیار این رو مینویسه،
میگه ظلم و جور بیپایان عمال دولت و ورود یک نفر فراش حکومت در این سامان چنان هول و هراسی در قلب این بیچارگان تولید کرده که اساساً همه از سیمای یک نفر غیر محلی جز تصور چپاول و غارت فکر دیگری ندارند. اتفاقا حقم با این بیچاره هاست. سالهای دراز است که مملکت با این اسلوب اداره شده و اهالی نیز جز این با این خلق و خو عادت نگرفتن. حاکم مازندران مثل همه حکام ایران تا رشوه کاملی به دربار قاجار نمیداد اصلا به حکومت منسوب نمیشد. مامورین جز نیز تا پیشکشی به حاکم نمیدادن به این روستاها حکم حکومتی نمیگرفتن و مامور نمیشدن. البته اون پیشکشی ها که میدادن 10 برابر آن را از این مردم و این بندگان خدا میگرفتن. در این صورت دیگر عصمت و ناموس و مالی برای رعیت باقی نمیماند. نتیجه آن اعمال همین هول و هراسی است که الان من دارم در چهره این بینوایان او رو برهنه تماشا و مشاهده میکنم. رضا شاه حق میده به اینا، میگه بابا تو دوره قاجار اتفاقی که افتاد هر کی اومد جا اینا رو غارت کرد، مالشون رو گرفت، ناموسشون رو گرفت. فرمانروان مازندران یه پولی به سلطان قاجار میداد برای اینکه بیاد غارت کنه، مامورین پایین دستش بدتر از او و وضعیت اینه. در ادامه می‌نویسه این زن و مردی که در تصادف به یک نفر غیر محلی مشغول گریز هستند غالبا لخت و برهنه‌اند. آیا مافوق این وضعیت بدبختی دیگری هم به تصور در میآید؟ اینها دیگر دارای چیزی نیستن که ترس و وحشت داشته باشن. از چه میترسن؟ دیگر چیزی مانده از اینها غارت نشده باشد؟ نتیجه این سیاهکاری ها وضعیت را به جایی کشاند که مافوق توصیف است. نمونای آن همین مردم گرسنه و لخت، همین سیمای گرفته و مکدر، همین بدبختی‌هایی است که در اندام همه مردم بین راه و در مقابل چشم من عرض اندام می‌کند. این مملکتی است که با این صورت به دست من سپرده شد و این اصلا مملکتی که من باید در آن تغییر ماهیت بدم و اینها مردمی هستند که باید لباس عزت بپوشند و ابراز غرور ملی نمایند. اینها رو دوستان باید داد با پس گردنی برخی رو وادار کرد که کسایی که میگویند رضا شاه دموکرات نبود و این مزخرفا رو میگن، آقا وضع مملکت رو ببینید، کشورتون رو بشناسید که وضعیت چه بوده. چقدر میشود مزخرف مفت گفت بدونی که مطالعه کرد. اونم مطالعه یک چیز ساده که در اختیار همه هست. بعد از کسانی که خودش به کار گمارده رضا شاه گله میکنه، میگه ما نیروی کادر اداری درست هم نداریم، هیچ کسی دنبال انجام کار درست نیست، همه یاد گرفتن نسل اندر نسل فساد و رخوت و سستی و بی‌مسئولیتی. ایشون می‌نویسه رضا شاه میگه به رئیس دولت گفتم به تمام وزیران در تهران ابلاغ نماید که فقط به اقامت پشت میز وزارتخانه و امضای چند دانه کاغذ اکتفا نکنند، بروند به ولایات در داخل ایران مسافرت کنند، مردم را ببینند، با آنها آمیزش کنند، کشور خود را پیش از هر چیز بشناسند تا دستوراتی که من به آنها میدهم و تصمیماتی که باید اتخاذ شوند بتوانند روی عقل و اطلاع و ایمان و عقیده به اجرا بگذارند. همانان بفهمند که چه مسئولیتی در مقابل من و در مقابل ملت دارند. هم اهالی بفهمند که وزیران و رجال مملکت خارج از دسترس نیستند. هر مطلبی دارند بدون ترس و بیم و بدون وحشت به آگاهی آنان برسانند. اگر کسی به صحبت مردم وقعی نگذاشت مستقیما به خود من مراجعه نمایند و دادخواهی نمایند. رئیس دولت را موظف کردم ابلاغیه‌ای در همه ایران انتشار بدهد که هر کس عرض حالی دارد مستقیما به کابینه شخص من بفرستد. خود رئیس دولت را مأمور کردم که دادخواست‌های مردم را بدون استثناء شخصا ملاحظه به نظر من رسانیده دستور بگیرد. مطالبی را که به وزارتخانه‌ها مراجعه می‌دهند دفتری باز نماید که شخصا مراقبت نمایند تا هیچ دادخواستی از سوی مردم بی پاسخ نماند. مردم از این قید مذلت خارج شوند، بدانند که از هیچ مأمور دولتی تا زمانی که حرف حق و حسابی دارند نباید بترسند. انقدر این ظاهر برخی از مردم تو اون منطقه رضا شاه رو آزرده کرده که اینا رو از جایی که تلگراف خونه داشته مرتب تلگراف میکنه به پایتخت و دستور همونجا میده.
در ادامه می نویسد اجالتا با طرز زندگی این حدود مردم زود تلف می شوند. به چهره مردم اینجا با دقت تمام می نگرم. یک نفر را نمی بینم که معاف از مالاریا باشد. همه چهره‌ها گرفته و مکدر، رنگ‌ها زرد و پژمرده، تا جایی که حتی اغلب از تند راه رفتن هم عاجز و ناتوانند. در کیاکولا امر دادم دواخانه‌ای دایر نمودند. مریضخانه کوچکم اینجا در حال ساختن دارند. مالاریا مثل که پدر مردم رو در آورده بوده و جمعیت زیادی مرده و از جمله یه بیماری میاد که بهش میگن گاومیری و نیمی از گاوهای مازندران تلف میشن در اثر این بیماری که آسیب بزرگی به اقتصاد کشور و اقتصاد منطقه هم میزنه. خیلی دل رضا شاه پره. و بعد یه جایی که خیلی نکته اساسی میگه. دوستان میدونید که پس از رضا شاه در زمان محمد رضا شاه در دهه 40 خورشیدی اصلاحات ارضی در ایران انجام شد. کسانی که پهلوی ستیزی میکنن میآیند میگویند که محمد رضا شاه به اشاره آقای کندی که رئیس جمهور امریکا بود انقلاب سفید کرد و اصلاحات ارضی. خب مزخرف بسیار بزرگی است. اولا محمد رضا شاه با کندی خوب نبود و کندی هم با محمد رضا شاه بسیار بد بود. دوم اینکه پیش از اینکه کندی به ریاست جمهوری آمریکا برسه محمد رضا شاه در یکی دو جا به طور مستقیم در مورد اصلاحات ارضی صحبت کرده بود، مکتوب هستش. اما من شما رو میخوام ببرم دوره رضا شاه. در سفرنامه رضا شاه ببینید خود رضا شاه داره میگه که به اصلاحات ارضی اعتقاد داره. من از اون متن میخونم. ایشون می نویسد از سپردن زمین ها به دست خرد مالک صرف نظر نباید کرد. این یک اصلی است که همه جا باید از آن پیروی کرد. من خیال می کنم که باید خالصجات دولت، یعنی املاک دولت را بین رعایا تقسیم نماییم و با یک صورت منظمی امر به فروش آنها صادر کنم، زیرا در آن واحد سه نتیجه به دست خواهد آمد. یک، زمین ها دایر و آباد می شود و طبعا مملکت آباد خواهد شد. دو، اشخاص و افراد مقید به وطن پرستی و ملزم به نگهداری خانه و ملک خود می شود. سوم، امید و پشتیبانی از سوی مردم و عدالت که از شروط اصلی زندگانی بشر است در جامعه تامین خواهد یافت. میگه هم به خاطر عدالت، هم به خاطر تقویت میهن پرستی و هم به خاطر مسئله آبادانی خوبه که اراضی رو تقسیم کنیم، در اختیار خرد مالکان قرار بدیم تا بتونن با دل و جون بیشتر و با علاقه و انگیزه بیشتری آبادی کنن. یه مقدار اشاره میکنه رضا شاه به زندگی شخصی خودش. میگه به 4 ساعت خواب در شبانه روز عادت کردم. اگر حواسم مشغول نباشد و بتوانم 4 ساعت بخوابم، خواب طبیعی من است و به کلی رفع خستگی می نمایم. اما این اوقات بیش از 3 ساعت خواب ندارم و در ورود به استراحتگاه باز قریب 1 ساعت در فکر هستم. به وضع این مملکت از سر تا ته که نگاه میکنم، به جزء و کل اصلاحاتی که در هر رشته و هر شعبه باید به عمل آید و همینطور مسئولیت خود در برابر این همه خرابی، حقیقتا گاهی مرا رنجور میکند. هیچ چیز در این مملکت درست نیست. همه چیز باید درست شود. قرن‌های این مملکت را چه از حیث عادات و رسوم و چه از لحاظ معنویات و مادیات خراب کردند. من مسئولیت یک اصلاح مهمی را بر روی یک تل خرابه و ویرانه بر عهده گرفتم. شوخی نیست. و سر من در حین تنهایی گاهی در اثر فشار فکر در حال ترکیدن است. مگر خرابی یکی، دوتا، 10 و 1000 است که بتوان یک حدی برای آن قائل شد. در ادامه می نویسد صرف نظر از دوره‌های انحطاط و غلبه‌های عرب و مغول 150 سال است که عده‌ای از افراد مملکت، یعنی قاجار منظورشه، در سرحد اعلای فساد اخلاق نشو و نمو کردند و با آن انس و خو گرفتند. در بحبوحه این مذلت و بدبختی که باید رقابت بین‌المللی راجع به امور سیاسی و اقتصادی مملکت خود فکر کنم، حقیقتا گاهی این افکار گوناگون برای خود من خنده‌آور می‌شود. و بعد جمله خیلی
معروفی است که احتمالاً تو شبکه‌های اجتماعی زیاد دیدید، از رضا شاه نوشته شده. این است که همه چیز را میشود اصلاح کرد، هر زمینی را میشود اصلاح نمود، هر کارخانه‌ای را میتوان ایجاد کرد، هر مؤسسه‌ای را میتوان به کار انداخت، اما چه باید کرد با این اخلاق و فسادی که در اعماق قلب مردم ریشه دوانیده و نسلاً بعد نسل برای آنها طبیعت شده است. اینم درد دلی است که رضا شاه مرتب تو سفر داره میکنه با خودش و برای آیندگانی که ما باشیم. خیلی رضا شاه گله میکنه از اینکه گزارش‌هایی که به من میدن مرتب خبرچینی و بدگویی از همدیگه هست و این خال زنک بازی ها بخش مهمی از وقت و زندگی مردم رو گرفته. قدیم ما گزارش ها رو بررسی میکنم و بعد متوجه میشدم اکثر اینا رو دشمنی و رو حسادته که از همدیگه دارن و میخوان همدیگه رو خراب کنن و چقدر وقت و انرژی خودشون و من رو گرفتن به خاطر این تلگراف ها و گزارش های احمقانه‌ای که فرستادن. رضا شاه بالاخره میره ساری و بعد میره بهشهر و خلاصه خوشو میرسونه به داره در راه رفتن به اصطلاح مناطقی است که بهش میگن ترکمن صحرا. در مورد ترکمن ها این مطالب رو میگه، می نویسن من هم اگر بعد از صدها و هزاران سال به منکوب کردن و خلع اصلاح کردن چند هزار یاغی موفقیت حاصل کردم، البته افتخاری ندارم، زیرا باید آنها خلع اصلاح می شدن. مباهات من فقط در این است که ملت خود را به اصول مدرسه آشنا سازم و از راه مدرسه آنها را به جاده مستقیم هدایت کنم. حالا هم قصد من از رفتن به صحرای ترکمن ها معاینه مدارس آنجاست، نه چیز دیگر. میخوام با چشم خود ببینم این قبایلی که در طی قرون بیشمار آواره صحرا بودن و بیابانگردی شعارشان بوده، امروز در پشت میزهای رنگین نشستن و دارن اصول تاریخ و جغرافیا را حفظ میکنن. آنها که در به در به دنبال آب و آبادانی در سیر و سفر بودند، امروز در بوبوی مزارع شاداب خود آرامیدند. اشرار و یاغیان منکوب شدند و باید هم بشوند. اصول چادرنشینی و صحرانوردی و خانه بدوشی باید با ایران وداع ابدی بگوید. اینم تنفر رضا شاه از چادرنشینی و بیابانگردی است که میگوید کشور متمدن باید یکجانشین باشد. و بعد ببینید که چقدر رضا شاه اندیشه سیاسی درستی داره در قبال تاریخ ایران. من واقعا شگفت زده شدم که این رو در سفرنامه دیدم. رضا شاه می‌نویسه پس از فتنه مغول که در تاریخ عالم باید یه واقعه کم نظیرش شمرد، پس از آن حطاکی‌ها و خونریزی‌ها و قتل عام‌ها که ایران رو از هم متلاشی کرد و از ایران و ایرانیت جز یک نام چیز دیگری باقی نماند، و بعد از آن که مرور روزگار کار را به دوره صفویه کشانید، اگرچه تثبیت ماهیت ایران مدیون به زحمات شاه اسماعیل صفوی است، ولی اقرار باید کرد با آنکه شاه عباس یک مصلح آزموده‌ای برای اخلاق جامعه ایرانیت شمرده نمی شود، با این حال در تعمیر و عمارت و آبادانی کوشش قابل تمجیدی داشته. ببینید خیلی جالبه، میگه که صفویه که آمدن، شاه اسماعیل برای تثبیت نام ایران زحماتی کشید. شاه عباس گرچه یک مصلح برای اخلاق ایرانی به حساب نمیاد و نمیتونیم به عنوان یک به اصطلاح اصلاحگر جامعه ایرانی بشناسیمش، اما آبادانیایی کرده. حالا در مورد شاه عباس نظرشو میده. ببینید چقدر رضا شاه اندیشه سیاسی درستی داره. همون چیزی که ما امروز در مورد صفویه میگیم، او هم 100 سال پیش تو سفرنامه‌اش می‌نویسه. میگه از این که میگویم شاه عباس یک نفر مصلح آزموده برای اخلاق جامعه ایرانی شمرده نمی شود، این 3 دلیل را دارم. 1. روش عیاشی و طریق اوست که طبعا نمیتوانست در روحیات اهالی بی تأثیر بماند. 2. این پادشاه با آنکه به صفت جنگجویی متصف بوده،
چون قدرت مطلقه در داخل خود نداشته، همینقدر که مثلا حاکم گیلان در مقام مخاصمه او برمی آمده، شاه عباس مجادله با او را بر منازعه ترجیح داده به این مناسبت و در ضمن برای اینکه به اصطلاح معروف آب چشمی از سایرین گرفته باشد، در برابر گناه‌های کوچک کیفرهای بزرگ میداده. میگه یکی از ایراد دوم شاه عباس اینه که در برابر یک گناه کوچک کیفر خیلی بزرگ میداده و پدر اون بدبختی که خطای کوچیک کرده بود در می آورده. خب باید کیفر متناسب با جرم باشه دیگه. و سوم، این خیلی جالبه، میگه از همه مهمتر و غیر قابل عفو اختلاط سیاست است با مذهب که همه سلاطین صفویه شریک در این اشتباهند و شاه عباس مخصوصا این اشتباه را خیلی غلیظ کرده است. ببینید چقدر دقت داره که صفویه تشیع رو اومدن علم کردن، دست آخوند رو باز گذاشتن، غیر شیعیان رو منکوب کردن و کلا سیاست اسلامی رو آوردن در ایران و رضا شاه میگیم بزرگترین اشتباه اونا بوده و غیر قابل بخشش. در ادامه چند صفحه بعدش میگه که اختلاط مذهب و سیاست این میشه که روحانیون کشیده میشوند به سوی دنیا و سیاسیون به سوی آخرت و این همان اختلالات بزرگی است که اصول زندگی مردم را دچار تزلزل میکند و آنان را میراند به جانب ریا و تزویر و دروغ و فساد. نتیجه این اختلاط ناسواب سیاست و مذهب تا به این حد ممتد می شود که مثلا فلان مجتهد روحانی که کار اصلی او مثلا تصحیح اخلاق عمومی است، ماهی 850 تومان از خزانه دولت میگیرد که ساختمان سلطنتی را حلال نماید تا مردم مجاز باشند در آن نماز بخوانند. ولی جالب، دوره قاجار رو میگه یه مجتهد ماهی 850 تومان از خزانه دولت میگرفته دوستان که بگه کاخ سلطنتی سلطان قاجار حلاله که هر کی اونجا نماز میخونه نمازش قبوله. در ادامه رضا شاه می‌نویسه در عوض فلان وکیل مجلس شورای ملی که وظیفه او ورود در سیاست و اداره کشور است، در پشت تریبون شمایل پیغمبر را باز می‌نماید که مردم به اسلامیت و آخرت پرستی او تردید نیاورند و او بر اثر این تزویر و تقلب مجال داشته باشد که علایق مادی خود را تامین و بالاخره موقعیت خود را تثبیت نماید. و میگه که حالم از هر دو اینا به هم میخوره، هم از اون نماینده مجلسی که از پیغمبر و دین و مذهب تو مجلس میگه، هم از اون آخوندی که پول از دولت میگیره که ساختمون رو حلال کنه که نماز درش. یک چیز بامزه هم میگه در همین سفرنامه، میگه که یه نفر معروف در یک از این جایی که ما آمدیم، از این شهرها، یادم نیست بهشهر بود یا نکا بود در مازندران، بهش میگن شیخ الاسلام. بعد میگفت که با 4 کلمه صحبت کردم، دیدم سواد خوندن نوشتن نداره. گفتم تو که سواد نداری چگونه شیخ الاسلامی؟ بالاخره باید سواد خوندن نوشتن که داشته باشی. و او میگه که اعلیحضرت یکی از شرایط شیخ الاسلام بودن بی سوادی است. من دیدم چون که بی سوادی مبناست، خب منم بی سوادم، هیچ بنظرم بی سواد نیست، برای من شیخ الاسلام این شهر شدم. رضا شاه میگه من وسط خشم و خنده مونده بودم که چه واکنشی بروز بدم. باز با من و شما درد دل میکنه رضا شاه. در جای مینویسه سعادت و آسایش شخص من در آن است که ایران را از زیر این خرابه‌های سنگین برکنار کنم. سعادت من آن وقتی است که غبار بدبختی از چهره بیگناه مملکت بشویم و آبروی از دست رفته او را برگردانم. منتهای آسایش من در این است که حق مظلوم را از ظالم بگیرم و ملت خود را ببینم که در امنیت و آسایش زندگی کرده و حقوق مادی و معنوی آنها از دستبرد هر صاحب نفوذی و هر صاحب اقتداری مصون بماند و مردم هیچ پناهگاه و پناهی برای خود سراغ نگیرند مگر حق و قانون. تمام لذت من در این است که همه طبقات مملکت در برابر قانون صورت تساوی به خود گرفت و امتیاز بر یکدیگر از راه تقوا و فضیلت باشد، نه این امتیازات مسخره‌ای که تا به امروز مخصوصا در این 150 سال چهره ایران را مکندر ساخته. چه لذتی بالاتر از این که اصول تزویر یعنی تملق و چاپلوسی در یک جامعه بمیرد
و جای خود را بدهد به صراحت لهجه و تقوا و فضیلت و صفای قلب. برای یک پادشاه دلسوز هیچ سرور و نشاطی بالاتر از آن نیست که درباریان و عموم اعضای دولت را با صفای قلب ببیند تا با تزویر و چاپلوسی و تملق. مرتب رضا شاه اعتراض میکنه، میگه جایی میبینم یکی داره چاپلوسی میکنه دست خودم نیست، عصبانیت منو به جایی میاره که همونجا تنبیهش میکنم. با این چیز معمولا میزده رضا شاه. این قشنگ با این تعلیمی که دستش بوده، حالت یه چوب مثل استیک چرمی مانند که دستش بوده میشه، وقتی یکی داره مزخرف میگه میزده و بعد اخراجش میکرده. حالا جالب، به شعر و ادبیات ایران هم اشاره میکنه رضا شاه و بعد در ادامهش میگه من حافظ را بسیار میپسندم و به خاطر خود میسپارم که یک روزی مقبره او را و همینطور مقبره سعدی و فردوسی را از این حالت ابتذال کنونی خارج نمایم و آرامگاهی را برای این 3 نفر گویندگان بزرگ دنیا دستور بدم که در خور لیاقت و شؤون اجتماعی آنان باشد. جالبه که شخصیت رضا شاه با این صلابتش میبینیم که حافظ دوستی هم میکنه. درد دلهایی میکنه، میگه که امروز که دیگه خط یعنی خوشنویسی دیگه به اصطلاح با قلم نمی نویسن و ادارات با جوهر و خودکار اینا می نویسن، ما هنر خوشنویسیمون داره از دست میره. و می نویسه خط ایران مخصوصا نستعلیق یک نوع نقاشی بسیار ظریفی است که هیچ کس از لذت تماشای آن بی نیاز نیست. اخیراً می بینم که این صنعت دارد از ایران رخ بر می بندد و اشخاص بدخط در زیر این عنوان که مقصود از خط و نویسندگی فهم بیان فکر نویسنده است، به خواننده بر ضد خوشنویسی مجاهده می‌کنند. ولی وزارت معارف باید مواظب موضوع بوده نگذارد یک هنر نفیس یعنی خوشنویسی بر اثر این سفسطه ها از بین برود و این یادگار هنری ایران قدیم مهمل بماند. حواس این مرد به همه جا بوده. خیلی جالبه. و جالب اینو خدمتون بگم، این چند خطی که میخوام بخونم نشون میده که ما واقعا کوشش کردیم که افکار رضا شاه رو دوباره زنده کنیم. اینجا رضا شاه با قاطعیت میگه تجددی که کشور من میخواد داشته باشه باید در تلفیق با ایران کلاسیک یا ایران پیش از اسلام باشه. یعنی ما نمیخوایم ایران و باستان رو دور بندازیم غربی بشیم، ما میخوایم دانش و تکنولوژی رو بگیریم ولی ارزش‌های ایرانیمون رو که اشاره میکنه به ایران پیش از اسلام حفظ کنیم. من از متن میخونم. رضا شاه می‌نویسه بارها گفته و باز تکرار میکنم که من به مدنیت جدید کاملا و بدون هیچ شبهه‌ای معطوفم، ولی هرگز مایل نیستم که از ایران قدیم و یادگارهای خوب آن سلب ماهیت نمایم. ایران من و وطن مقدس من از آن نقاطی است که روزی سرمشق تمدن بوده و بر زیر هر یک از خرابه‌های آن علائمی در اهتزاز است که افتخارات آن برای نسل ایرانی و نژاد ایرانی قابل فراموشی و زوال نیست. محققاً آن نشانه‌ها و آثار باید با اصول حقیقی تمدن جدید آمیخته شده تمدن ویژه‌ای را به پیشگاه جامعه بشریت معرفی نماید، نه آنکه در زشت و زیبای ظواهر جدید طوری غرق شویم که ماهیت شخصی خود را نیز فراموش کنیم. شبها پیش از که بخواب رضا شاه و به فکر فرو بره مطالعه میکنه. میگه مقداری از شب را، حالا اینا تو جادن دیگه، جای مختلف میمونن در مازندران، میگه مقداری از شب را به مطالعه کتاب پرداختم. کتب تاریخ از سایر اقسام کتب بیشتر جلب توجه و نظر مرا مینماید. از قسمت‌های تاریخی مربوط به هر مملکتی که باشد لذت مخصوص میبرم، یعنی نه فقط تاریخ ایران، تاریخ جهان رو هم ایشون میخونه و به همین لحاظ غالبا در خوابگاه من یک سلسله کتاب‌های تاریخی است که مخصوصا در موقع ناخوابی به آنها متوسل میشوم. گاهی هم اتفاق میافتد که مطالعه کتاب بالکل مانع از خوابیدن من میشود. حالا این نکته که رضا شاه در ادامه میگه را دقت کنید، ببینید. من میگم ما با یک
شاه اندیشمند طرف بودیم، منظورم چیه؟ میگه تواریخ ایران محدود میشود به جنگ سلاطین و قهر و غلبه آنها و مواردی که تقریبا در همین حدود تدوین شده‌اند. دیگر هیچ گونه نشانه‌ای و تذکره‌ای در زندگی خصوصی آنان و وضع اخلاق ملت و سنخ افکار مردم و علت حقیقی پیدایش دوستی‌ها و دشمنی‌ها و آن جزئیاتی که مورث سبب‌های کلی می‌شوند و فلسفه ترقی‌ها و فلسفه انحطاط جامعه و غیره در دست نیست. و این ایراد رو میگیره رضا شاه از مورخین ایران. میگه تاریخ فقط نباید جنگ سلاطین باشه، کی پیروز شد، کی شکست خورد، کی کیو کنار زد. ما باید تاریخمون بگه مردم چی فکر میکردن، دولت برنامهش چی بود، چه دلایلی برای درخشش اون دوره داشتیم، چه دلایلی برای سقوط اون دوره داشتیم. به عبارت دیگر رضا شاه به دنبال تاریخ تحلیلی است. در ادامه می‌نویسه من اگر شخصا به امر کودتای 3 اسفند منظورشون اقدام نکرده بودم و روحیات جامعه و طبقات را دقیقاً نسنجیده بودم و با آن فعل و انفعال هایی که از خارج و داخل کشور در پس پرده های ضخیم به عمل می آمد و دربار قاجار آلت بلا اراده آنان بود واقف نشده بودم، هرگز نمی توانستم دوره های انحطاط ایران را چه در اواخر هخامنشی و ساسانیان و چه در دوره صفویه و غیره آنطوری که لازم است تجسس نمایم. میگه من تاریخ رو عملا اومدم تو زندگی مردم یاد گرفتم. من باید میتونستم تاریخ رو بخونم که بگه انحطاط چی شد، چرا هخامنشیان مغلوب اسکندر شدن، چرا ساسانیان مغلوب اسلام شدن و چرا دوره صفویه به این افتضاح کشیده شده بود. میگه من عملی اینا رو آموختم. باید تاریخ ما تاریخ تحلیلی باشه، اینها باز بشه. بعد نشون میده که میره به ترکمن صحرا رضا شاه و بسیار احساس خوشحالی میکنه از اینکه بچهای ترکمن به مدرسه میرن، مدرسه‌های جدیدی که راه افتادن، یکی با 30 تا دانش آموز، یکی با 50 تا دانش آموز. میگه برخلاف تبلیغاتی که میشد خود ترکمن‌ها استقبال کردن، بچه‌هاشون رو بردن مدرسه ثبت نام کردن. اینی که میبینن بچه‌ها پشت نیمکت نشستن و یه نسلی برای ایران داره تربیت میشه که متفاوت با پدران خودشونه، بسیار جای خوشحالی است. و میگه که باید آموزش و پرورش در ایران پرورش رو بنظر آموزش جدی بگیره. و در ادامه میگوید پروگرام مدرسه، پروگرام که دوستان میدونی همون برنامه است، اون موقع هنوز برنامه رو فرنگستان نذاشته بوده، رضا شاه از واژه پروگرام استفاده میکنه. میگه پروگرام مدرسه و تحصیل یعنی پروگرام افتخار و غرور. پروگرام مدرسه یعنی پروگرام امتیاز و تفوق و برتری و آقایی. پروگرام مدرسه یعنی پروگرام نظم و دیسیپلین عمومی، یعنی تشریک آمال ملی و وحدت آرمان ملی، یعنی استحکامات مرزی، یعنی نخوت وطن پرستی، یعنی ترقی صنعت، یعنی افزایش علم و ایجاد ابتکار، یعنی اتحاد و مشارکت، یعنی پیدایش حس کنجکاوی و تحقیق، یعنی عزت نفس، یعنی استقلال وجود و تکیه ندادن به غیر. و بالاخره پروگرام مدرسه یعنی به پای خود ایستادن و به بازوی خیش تکیه دادن. میگه این رو باید تلقین کنین، بعد به بچه آموزش بدید. من فارغ التحصیل نمیخوام از این مدارس بیاد بیرون دانش فرا گرفته باشه ولی ندونه که وظیفش توی این مملکت چیست و باید در چه فرایندی همراهی کنه. و بعد مطالب دیگر که من توصیه میکنم دوستان خودشون این رو بخونند. مطالب رو من گزینش کردم، خیلی خیلی مطالب مفصله و از اونجایی که این جاده مازندران یه جاده بوده که اصلا جاده نبوده، عملاً با یه باران مسیر بسته می شده. بارها و بارها در این سفرنامه رضا شاه می نویسه که ماشین ها تو گل موندن، راننده و همراه ها اومدن پایین دارن ماشین رو هل میدن از تو گل بکشن پایین، یه جایی معلومه شاخه درخت ها رو ببرن بزنن کف جاده که شاخه درخت به جای گل قرار بگیره که ماشین بتونه از روی این شاخه ها رد بشه. بعضی مسیرها رو میگن که 5 ساعت طول کشید تا ما
نیم فرسخ رو بریم، یعنی 3 کیلومتر رو تو 5 ساعت رفتن و وقتی میرسیدن به مقصد واقعا دیگه داغون بودن، مسیر پل نداشتن، جاده نبوده، یه جایی وامیستن خودشون پل‌ها رو تعمیر میکنن و مرتب دستورات رضا شاه در مورد آبادانی منطقه و مسائل از این دست و برمیگردن به تهران رو و مرتب رضا شاه از آرزوهاش برای آباد کردن کشور میگه. به هر حال همچنان که گفتم من خواستم شما رو با فضای این سفرنامه آشنا بکنم. سفرنامه در اینترنت هست، بخونید و بیشتر با روحیات این منجی ایران و بنیانگذار ایران نوین آشنا بشید. سپاسگزارم از توجهتون.